خاموش کننده ترین چیز در مورد سکس میتونه این باشه که پسر بیاد بخوابه رو دختر. هیچ کاری هم نکرده، میگم اومده فقط مثلا پا رو باز کرده، تنها کار ممکن پا رو باز کرده، یه توف زده رو مال خودش، بعد حالا میخواد بکنه تو. بعد حالا که میکنه هنوزم خشکه، یعنی طرف مثلا خیسم نشده دختره، شروع میکنه همینطور، من یه اصطلاح دارم میگم کس و صابوندن، شروع میکنه رو اون دختر. فکر میکنه مثلا خود مثلا پسرها هستن که میخواد خود ارضایی کنن، فکر میکنن همینطوری هی باید تون 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 مثلا اون کارو انجام بدن، فکر میکنن الان رو کس دختر مثلا بسابن هی بالا پایین کنن الان دختر میاد، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. یه سری توی توییتر در مورد این صحبت شده بود که چرا دختر ارگازم فیک میکنن و یه توییت خیلی ریتوییت شده بود و بالا اومده بود این که نوشته بود ارگازم فیک میکنیم که دست از سرمون برداریم و همه پسرها گفته بودن خب اگه حال نمیکنی چرا با اونی، چون که اون دختر از لحاظ احساسی با اون پسر اوکیه ولی از لحاظ جنسی اصلا یا